دادستانی کل روسیه روز 9 آگوست سال 2022 خبر داد که 13 نفر تحت جستجو را در قلمرو روسیه دستگیر کرده برای به جوابگری جنایی کشاندن به مقامات تاجیکستان سپرده است. دادستانی کل روسیه گفت درخواست مقامات تاجیکستان برای استرداد این 13 نفر را قانع گردانده قرار استرداد همه آنها را برآورده است و در پی این مقامات خدمات فدرالی اجرای جزا این 13 نفر را با رعایت قانون و قواعد لازم به جانب تاجیکستان تسلیم کردند. در بین این 13 نفر از جمله ظفر قربانعلیف به دزدی بیش از 1 میلیون سومانی و مبلغ‌های بزرگ با اسرار خارجی از تفهید بانک، یک بانک اسلامی تاجیکستان ایبدار می شود. فرمانده وزواد لیتنانت جام گوریزوف را به آن ایبدار می کنند که مکان خدمتش را خود سرانه ترک کرده است. ملاحکیم سلطانوف بنا به اطلاع دادستانی روسیه عضو فعال سازمان تروریستی داعش بوده است، اما اکثر استرداد شده ها به مثل قربانعلیف برای قلابی به مبلغ‌های بزرگ در جستجو قرار داشتند. دادستانی کل روسیه روی خط پوره این 13 نفر به تاجیکستان استرداد شده و همچنین نکات اساسی پرونده‌هایشان را نیز نشر کرده است. جمشید عطایف به آن ایبدار می شود که 13 یونی سال 2011 در شهر دوشنبه به شریکان خود قریب 6 کیلو مواد مخدر نو افیون داده است. محسن رجبوف به آن ایبدار می شود که ماه سپتامبر سال 2011 در خوجند به یک شریکش برای فروش بیش از 1 کیلو هیروئین داده است. ظفر قربانعلیف به آن ایبدار می شود که از 25 فوریه تا 4 ماه سال 2021 هنگام باعث مدیر مرکزی خدمت رسانی بانکی تفهید بانک کار کردنش 1,036,088 سومانی و 79 درم، 89,561 دلار، 7,709 یورو و 205,500 روبل را از آن خود کرده به بانک ضرر بزرگ رسانیده است. شاهینجان نورف به آن ایبدار می شود که از سال 2018 تا 2019 از شرکت ناقل تالکو به مبلغ 150,000 سومانی محصولات به او باور کردهش را دزدیده است. امامعلی رازقوف به آن ایبدار می شود که با بهانه تبادل اسعار خارجی 165,500 دلار مشتریان را دزدیده است. مقصود خالداربیکوف و جمشید کریموف به قلابی ایبدار می شوند. جام گوریزوف به آن ایبدار می شود که از خدمت حربی بیش از 1 ماه سرکشی کرده است. مصعب‌الدین عبداللهیف به آن ایبدار می شود که 18 سپتامبر سال 2021 از کمیسریات حربی نویه نورآباد برای خدمت حربی دعوتنامه گرفته ولی به جای به خدمت حاضر شدن قلمرو تاجیکستان را ترک کرده است. احمد سعیدوف به آن ایبدار می شود که 2 ماه سال 2007 در ناحیه دنغره حمله غارتگرانه را انجام داده مال و ملک جبر دیده را به مبلغ 86,250 سومانی به یغما برده است. رسلان سعیدوف به آن ایبدار می شود که 17 ینور سال 2019 در مسکو برای 2 ماشین و تا مرز تاجیکستان برده رسانیدن آنها 35,000 دلار گرفته خریداران را فریب کرده است. جمشید مرتضایف به آن ایبدار می شود که 1 دکامبر سال 2019 در ناحیه رودکی به خزینه‌دار یک نقطه فروش سوزشواری حمله آورده سپس از سیف آن مؤسسه 26,820 سومانی را دزدیده است. ملا حکمت سلطانوف به آن ایبدار می شود که به صف سازمان ممنوع تروریستی داعش همراه شده در فعالیت این سازمان که با قرار دادگاه عالی تاجیکستان از 14 اپریل سال 2015 فعالیتش منع شده است فعالانه اشتراک می کرد.